این اسمش هست زینب موسوی، زینب گوزو لاشی موسوی. پدید آمد از دور چیزی دراز. این خانم مثل این که خیلی فکرش تو چیزهای درازه. سیاه رنگ. خب مادر قبل جنده، اگه فکرت توی چیز دراز سیاه رنگ، پاشو بیا اینجا، من میدم دست سیاه های اینجا خوب حالتو جا بیارن، عشق بکنی. ولی قبل از اینکه برسمت اونجا من خودم یه چیز سفید دراز میذارم کف دستت که دو قضاوات بدوی مادر قهبه جنده. تیزتاز. حاله که برس و بره اونجا. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان که آها. خیال خودت مار ولی مثل معامله است، داره از این بغل میاد که صاف بره تو دهنت. واقعا حالم. از چی مادر جنده شاشو؟ از چی جند لاشی؟ دوزی دیدین که بیب کردن بیناموس دلقک. این مادر جنده لاشی جنده. نریده دیر بند. تو چرا ناراحتی؟ لاشی جند خانوم. نگفت تحمورس لاشی بند که تو فکر کنی الان میاد تحمورس تو رو میخواد ببنده بگیره ببره. نگفت تحمورس جند بند. شاهنامه فردوسی مطلبی است که وقتی نوشت و تحریر میکرد و ادامه میداد اومدن دوروبر اون محمود غزنوی کسکش گفتن که آقا این داره این کارا رو میکنه که ارق مردم رو راجع به شاهان افزایش بده و بیاره بالا. وعده طلا داد که بعد این کتاب رو تموم کرد و آورد پیشش، مادر قهبه من وزن کتابش بهش نقره داد. خیام بیامه چی؟ خیام چی؟ مادر قهبه پدر سوخته. شرف جنده زینب لاشی.